جنگ ایران و عراق همچنین به عنوان جنگ اول خلیج فارس شناخته می شود. یک جنگ ویران کننده بود که به مدت 8 سال طول کشید. این جنگ که بین دو کشور همسایه در خاورمیانه ایران و عراق جنگیده شد، پیامدهای دوربرد وسیعی برای منطقه و جهان داشت. در این ویدیو ما به بررسی علل، رویدادهای کلیدی و تأثیرات دائمی این جنگ وحشتناک خواهیم پرداخت. علل جنگ. ریشه های جنگ ایران و عراق می تواند به یک تاریخچه پیچیده از عوامل سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیکی بازگردانده شود. یکی از علل اصلی دعواهای مربوط به مرزها بود، به ویژه در مورد آبراه شط العرب که در جنوب به عنوان مرز بین دو کشور عمل می کند. به علاوه تنش‌های مذهبی و نژادی وجود داشت با عراق که تحت حکومت عربی سنی قرار داشت و ایران با اکثریت شیعه فارسی. جنگ همچنین توسط آرمان‌های رهبران هر دو کشور تجدید شد. صدام حسین رئیس جمهور عراق فرصتی را برای گسترش تأثیر و تأمین تسلط عراق در منطقه دید. در همین حال ایران تحت رهبری آیت الله روح الله خامنه‌ای به هدف صادر کردن انقلاب اسلامی خود و تأسیس خود به عنوان یک قدرت منطقه‌ای دست پیدا کرد. رویدادهای کلیدی جنگ. سپتامبر 1980 جنگ آغاز شد، زمانی که عراق حمله غافلگیرانه به ایران کرد و تعدادی از شهرهای مرزی را اشغال کرد. ودلوقتي هناخد مع بعض فقرة الاستماع. هتسمعوا النص غيبا طبعا بدون الكتابة اللي موجودة على الشاشة. طبعا فقرة الاستماع هتكون مميزة جدا. يعني ايه؟ يعني هتسمع النص بالإلقاء العادي تماما، وبعد كده هتسمعه كأنك بتسمعه من خلال التليفون، وبعد كده هتسمعه كأنك بتسمعه من خلال الراديو. طبعا دول 3 مستويات للصوت لازم تعرف تسمعهم وتميزهم كويس جدا، لأنك لو عرفت انك تسمع حد من خلال الراديو وانك تسمع حد من خلال التليفون وانك تسمع حد من خلال الإلقاء العادي المباشر، يبقى إذن أنت هتتطور عندك مهارة الاستماع بشكل كبير جدا جدا. الأول هنسمع النص بالإلقاء العادي، وبعد كده هنسمعه بالإلقاء من خلال التليفون، وبعد كده هنسمعه من خلال الراديو. ركزوا كويس جدا، الفقرة دي هتكون مسلية ولطيفة. أهم حاجة إنك تركز كويس جدا علشان تقدر تسمع الكلمات والجمل الفارسية بشكل صحيح. جنگ ایران و عراق همچنین به عنوان جنگ اول خلیج فارس شناخته می شود. یک جنگ ویران کننده بود که به مدت 8 سال طول کشید. این جنگ که بین دو کشور همسایه در خاورمیانه ایران و عراق جنگیده شد، پیامدهای دوربرد وسیعی برای منطقه و جهان داشت. در این ویدیو ما به بررسی علل، رویدادهای کلیدی و تأثیرات دائمی این جنگ وحشتناک خواهیم پرداخت. علل جنگ. ریشه های جنگ ایران و عراق می تواند به یک تاریخچه پیچیده از عوامل سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیکی بازگردانده شود. یکی از علل اصلی دعواهای مربوط به مرزها بود، به ویژه در مورد آبراه شط العرب که در جنوب به عنوان مرز بین دو کشور عمل می کند. به علاوه تنش‌های مذهبی و نژادی وجود داشت با عراق که تحت حکومت عربی سنی قرار داشت و ایران با اکثریت شیعه فارسی. جنگ همچنین توسط آرمان‌های رهبران هر دو کشور تجدید شد. صدام حسین رئیس جمهور عراق فرصتی را برای گسترش تأثیر و تأمین تسلط عراق در منطقه دید. در همین حال ایران تحت رهبری آیت الله روح الله خامنه‌ای به هدف صادر کردن انقلاب اسلامی خود و تأسیس خود به عنوان یک قدرت منطقه‌ای دست پیدا کرد. رویدادهای کلیدی جنگ. سپتامبر 1980 جنگ آغاز شد، زمانی که عراق حمله غافلگیرانه به ایران کرد و تعدادی از شهرهای مرزی را اشغال کرد. جنگ ایران و عراق همچنین به عنوان جنگ اول خلیج فارس شناخته می شود. یک جنگ ویران کننده بود
که به مدت 8 سال طول کشید. این جنگ که بین دو کشور همسایه در خاورمیانه ایران و عراق جنگیده شد، پیامدهای دوربرد وسیعی برای منطقه و جهان داشت. در این ویدیو ما به بررسی علل، رویدادهای کلیدی و تأثیرات دائمی این جنگ وحشتناک خواهیم پرداخت. علل جنگ. ریشه های جنگ ایران و عراق می تواند به یک تاریخچه پیچیده از عوامل سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیکی بازگردانده شود. یکی از علل اصلی دعواهای مربوط به مرزها بود، به ویژه در مورد آبراه شط العرب که در جنوب به عنوان مرز بین دو کشور عمل می کند. به علاوه تنش‌های مذهبی و نژادی وجود داشت با عراق که تحت حکومت عربی سنی قرار داشت و ایران با اکثریت شیعه فارسی. جنگ همچنین توسط آرمان‌های رهبران هر دو کشور تجدید شد. صدام حسین رئیس جمهور عراق فرصتی را برای گسترش تأثیر و تأمین تسلط عراق در منطقه دید. در همین حال ایران تحت رهبری آیت الله روح الله خامنه‌ای به هدف صادر کردن انقلاب اسلامی خود و تأسیس خود به عنوان یک قدرت منطقه‌ای دست پیدا کرد. رویدادهای کلیدی جنگ. سپتامبر 1980 جنگ آغاز شد، زمانی که عراق حمله غافلگیرانه به ایران کرد و تعدادی از شهرهای مرزی را اشغال کرد. جنگ ایران و عراق همچنین به عنوان جنگ اول خلیج فارس شناخته می شود. یک جنگ ویران کننده بود که به مدت 8 سال طول کشید. این جنگ که بین دو کشور همسایه در خاورمیانه ایران و عراق جنگیده شد، پیامدهای دوربرد وسیعی برای منطقه و جهان داشت. در این ویدیو ما به بررسی علل، رویدادهای کلیدی و تأثیرات دائمی این جنگ وحشتناک خواهیم پرداخت. علل جنگ. ریشه های جنگ ایران و عراق می تواند به یک تاریخچه پیچیده از عوامل سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیکی بازگردانده شود. یکی از علل اصلی دعواهای مربوط به مرزها بود، به ویژه در مورد آبراه شط العرب که در جنوب به عنوان مرز بین دو کشور عمل می کند. به علاوه تنش‌های مذهبی و نژادی وجود داشت با عراق که تحت حکومت عربی سنی قرار داشت و ایران با اکثریت شیعه فارسی. جنگ همچنین توسط آرمان‌های رهبران هر دو کشور تجدید شد. صدام حسین رئیس جمهور عراق فرصتی را برای گسترش تأثیر و تأمین تسلط عراق در منطقه دید. در همین حال ایران تحت رهبری آیت الله روح الله خامنه‌ای به هدف صادر کردن انقلاب اسلامی خود و تأسیس خود به عنوان یک قدرت منطقه‌ای دست پیدا کرد. رویدادهای کلیدی جنگ. سپتامبر 1980 جنگ آغاز شد، زمانی که عراق حمله غافلگیرانه به ایران کرد و تعدادی از شهرهای مرزی را اشغال کرد. ودلوقتي بقى وصلنا مع بعض لفقرة الترجمة. هنقول مع بعض الترجمة بس بشكل جديد، وهي ايه؟ وهي ان انا هقول لك الترجمة بالكامل وليس ترجمة كل كلمة او كل جملة كما تعودنا. لا، انا عايز ادربك على الترجمة الكاملة بحيث انقل مستواك لمستوى متقدم اكتر. تمام. حرب إيران والعراق المعروفة أيضا بحرب الخليج الأولى كانت نزاعا مدمرا استمر ل8 أعوام طويلة. كانت هذه الحرب التي دارت بين دولتين جارتين في منطقة الشرق الأوسط وهما إيران والعراق لها تأثيرات واسعة النطاق على المنطقة والعالم. في هذا الفيديو سنكتشف الأسباب والأحداث الرئيسية والتأثيرات أو العواقب المستدامة لهذه الحرب الوحشية. أسباب الحرب. تعود جذور حرب
حرب إيران والعراق إلى شبكة معقدة من العوامل السياسية والاقتصادية والأيديولوجية. واحدة من الأسباب الرئيسية كانت النزاعات الإقليمية المستمرة بين البلدين، خاصة حول مضيق شط العرب الذي يعتبر الحدود بينهما في الجنوب. بالإضافة إلى ذلك كانت هناك توترات دينية وعرقية، حيث كان العراق تحت حكم حكومة سنية عربية وإيران تمتلك أغلبية فارسية شيعية. زادت الحرب أيضا من طموحات قادة البلدين. رأى صدام حسين الرئيس العراقي فرصة لتوسيع تأثيره وتأمين هيمنة العراق في المنطقة، بينما هدفت إيران بقيادة آية الله الخميني إلى تصدير الثورة الإسلامية وتأسيس نفسها كقوة إقليمية.